اگه ما سوال کردن که بارها در ذهن من است، میخوام از شما بپرسم آیا از نگاه شرع مادر حق داره اولادش را تربیت درست لطکوب بکنه وقتی عصبانی میشود از نافرمانیشان؟ و پدر هم ندارن، طفلک های یتیم هستند. شخصا از دیدن این صحنه حالم بد میشد، مانعش میشم، میگه تو مداخله نکن. عزیزان گرانقدر، یکی خود تربیت اطفال خودمان است، یکی هم تربیت اطفال یتیم است. عزیزان ببینین، من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه به او رحم نمیشه. یتیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم روز انگشت مبارک سبابه را با انگشت وسطی پهلو به پهلو گذاشت و به صحابه گفت که ما و کافل یتیم در روز قیامت این رسیم، یعنی پهلو پرسیم. این جایگاهی کسی که کفالت یتیم میگیره است. اما کسی که ظالم است، ظلم میکنه، الله سبحانه و تعالی راضی نیست. بله، برای تعذیب انسان میتونه که از راههای مختلف استفاده بکنه. به طور مثال یکی از راهها که رسول الله گفته صلی الله علیه و سلم، قمچینتان را در دیوار آویزان بکنید. چی معنا میده؟ یعنی باید پدر و مادر یک هیبت داشته باشه بالای اولادش، که با اشاره چشم طرف اولاد سعی کردی باید او بفهمه که نه، پدر خفه است، مادر قار است، باید من این کارا بکنم. یکی. دوم، انسان های عصبی بسیار متوجه خود باشند. اگر شوهر عصبی است یا مادر عصبی است، باید یکی دیگه خود کنترل بکنن. اونا نمیتونن که عصبانیت خود بالای اطفال فرو بنشانن و اطفال لطکوب بکنن. این اسلام اجازه نداده عزیزان گرانقدر. بله، تعذیب کردن دیگه چیز است. تعذیب به صورت زیبا، این می شکل. ببینید، تعذیب سایکولوژیکی که رسول الله بر مادر یادیش گفته صلی الله علیه و سلم، قمچینتان را در دیوار آویزان بکنید، به این معنا نیست که با قمچین بزن مثل ایوان وری اولادت لطکوب بکن. خیر، چنین نیست. اما پدر و مادری که رحم نمیکنه بالای اولادش، الله هم به او رحم نمیکنه. و این یک شانس است برای یک نفر که یتیمی در دست از او است، که الله سبحانه و تعالی یک یتیم را به دست از او داده که او را کفالتش بکنه. وقتی که او را میزنه، لطکوب میکنه هر روز و میگه تو با کار مداخله نکن، او تمام ثواب و اجر که الله سبحانه و تعالی بر از او داده و او ثوابی که در روز آخرت با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جای میباشه، او را از دست میته. برلاوی که تمام یک از دست میته. برلاوی که تمام ایره ملک ها به نام ظالم و در روز محشر در زیر بیرق ظالما محشور میشه. از الله بترسید در مورد حقوق اطفالتان و در مورد حقوق یتیم. از الله خوف داشته باشید و چنین نکنید. لطفاً راه های زیبای دیگری هست که شما میتونید که اطفالتان را تعذیب بکنید. والله اعلم.